خوشمزه. ما روان هستیم ماشیم طرف هم بالا میریم. اونجا یک منطقه است به نام در فرانسوی لیتخوا دان، به زبان خودم هم سه دندان. سه دندان. عکس میگیری یا که ما خب بار اول از بیادر خان میرم دیگه، ولی سه پیش از مال پشت سر دیگه ببینیم که بار کجا میبره. روان میگم پشت سر میرم گفت یا میبینیم آیستستا. والا اینجا کس کوگشتی شما میکنی والا خوب جاره به خدا. والا کوگشتی نه که نمیشه، نه آدم ساعتمند نمیشه و دیگه ساعت آدم هم تیر میشه. ساعت آدم هم تیر میشه بهترین. اینجا شمال نیست خواه؟ اینجا باز بالا سک شماله. دیروز ما به خدا دم زندگیم خونو که نخورده بودم که در بالا خونو خوردم. به خدا اینه در اون طرف دیگه. خدا خوب جمپرای کانادایی رو پوشیدی برش. والا نه سگ یک داده خاطرکی خوردت نمیترسم والا. نه دیگه فقط یک 10 دقیقه شتا آمدیم. بخیر. میریم دیگه نال پیشتر میریم یک طرف سه دندان. سه دندان دیگه 4 کیلومتر راه مونده. 4 کیلومتر دیگه. فقط زیاد نیست. یا الله. 4 کیلومتر دندان راست میخزیات هست هم هست خوبه. مقصد دیگه که هم ورزش میشه. نه خب هم ساعت تیر میشه. این بالا یک چای هم فتنس میشه. هم فتنس میشه. هم نفس پخته میشه. راست میگی کوگشتی کس دیگه همه کار میشه. نه باش که انجینر صاحب پشت سرمون کامرامانم انجینر هست. انجینر صاحب ما کس یکمه که وزنش هم زیاد است از این بعد به ما خودت. اون کس استخوانش کلان است 4 شانه. وزنش از خود 100% زیاد از وقتی که 4 شانه بود. وزن داشته باشه. خب تا بغلای کوک مبرایی از او وزنم زیاد کردن نمیمان. این از وقتی که 1.5 سال است نمیکنم من کم تکلیف شدم داشتم که عملیات شدم وزن زیاد شد. نه وزن تالیم خوبش است. نشان میدم در بغل کوم ابراهیم ویدیو نه وزن تالیم نه گپ وزن که مانده شوی. چای کجا بزنی؟ رمضان مشکل نیست. چای اینجا چای دوجا. چای میشه با سفر ما نمیشه. خب والا نه خوب. نه این دیگه خود طرف سوچ خلاص. کجا رو برده رئیسی مراله؟ ما خدا او سه دندان میبریم تو مرا کجا میبری؟ ها؟ شمال خب ببینم خیلی چشم دیدمش. دیدمش؟ نه ما خود شمال نمیبینیم با چشم بیادر. یک دپوز پکل ما بخوری یا نه؟ حس کنیم. حس میکنیم میشه؟ ما او روز این بالا دای کوچه یه چیز خوردیم. کوچه یک چی میگه؟ یک گفته فرانسوی ها پچینواز خوردیم. مگی خب ما وقت آمدیم مگی خوردیم یک چای دم کردیم سه که علامات دوتا مگی رو برات نشان میتون دم بالا هفتی دفت یک زدش. ما دیگه ماندیم گفتیم یکان گفته چیز کبوترک یکان پرندگه که به بخوره. والا خوب جای پیدا کردی. والا بهترین جای سعی که منظره رو سعی والا پشت سر اونجا منظره رو ببین. خب یک ذره آدم نفسک میزنه اما ماندگی اصلی نیست. خب تاثیر کوه است دیگه. آدم کالری زیادتر مصرف میکنه. برو دیگه برو. شمال نیست به چشمکم روزواری. سعی که چه جایی هست. برو خدا مقصد بگی دیگه تا بخوان. فهمیدم ما که مقصد اینجا خدا بگیره. اونجا رفته بودیم برو دو جایی چی یک جایی هست. خونو که روز نیست نه بچه چیز نماده کلش خورده چه دکو نه بیا تاو کن
گفتی چیزا که دروغگوی نشم. گفتی دروغگوی چه میگی؟ بالکل چای سبز چای افغانی حالا اینجا کجا میریم اونجا این از این راه میریم اما تو پایین میشیم خب پس میریم شاید پایین نمیشه پایین میشه بیا برو پیش یالا پیش تو کو گشتی زیاد کردی بیا درمان نکردیم برو نه شال نمیغلطیم برو زیر پای تریده بیاسی یک اسیب جان متوجه باش بیا کامرا دست از با خاطر بیا اینجا خب سید تامش مشکل نیست بیادایی ما پاش خره و هست دیگه ولی میگفت مرکه بود خیلی نه نه برو خلص نیست ساعت ما دیر شد یک یادگارم بانم خلاص دیگه ما کامپیز دیگه نمیخوایم یک یادگار اساس میگه یه اصلا گفته 4 دانه است مگه نامش تو خود دانه است گفتم این شرنکش پسان ساز کرد حتما پسان ساز کرد راست میگه اول 3 تا بوده که نامش تو خود دان مانده شده دیگه هم کدام تا بعد شما موبایل جار کنده میشه 3.5 کیلومتر معلوم نمیشه نه ولی خیلی 3.5 کیلومتر چکر گفته خود در دل طبیعت در دل طبیعت در مغزش بالا میشه بالا شاید شمال باشه یک چای ما جور میکنیم صحیح سمی یک پله چای دیگه چای گیر کنیم فکر بوده کانتینوتال چای میخود بیادن والا همین کانتینوتال گفته خود دیگه هم کانتینوتال هست اصلا اینترکانتیننتال خوش دارم مانامد بین خارهی مال اینترکانتیننتال عبدو به حساب رو ورنگی گفتم نه اینترکانتیننتال انگلیسیدان پیدا نگیره قریه خود خورده شارع خود خورد سنتیر دو پخت کت به نام سانتی دو پخت کت همین منطقه مثال که منطقه سانتی به نام برای یک منطقه بگویم یک جای جای کمپینگ چیزا کمپ مثلا کمپ شماره 4 خب این به حساب کمپ شماره 4 میه منطقه شماره دو تکشه است این طرف تو سال الله وقت به خاطر که بخیر موار به تازه خاطر داشت که یک ذره بالا بریم برو کمست خب چی گفته بیاده بریم حیث چی میکنی روی یک سلیپ کمک اینجا بزن خلاص یه فقط سلیپ نکنی سلیپ کنیم به خدا حساس ده گشتن رب داره بلکل شما فکرشی نک سنگ ده فرق رای تا نصف هم نشده نسی آجانی ها حسیب لیسانس درس شروع کردی؟ انواری صاحب مردم میگه اروپا، امریکا، فرانسه این اصلا که طبیعت افغانستان اصلا که سرقیش هم چی یک طبیعت داره میبینی؟ کوه افغانستان در نورستان هستیم در نورستان آمدیم نمی کوه ای تو طبیعت امریکا و کانادا هم نداره نداره اصلا که کوه نورستان هست یک طبیعت تیاره کاکایم است روان که مالی نه پس دوره کده ما را فراشت خدا انداختیم تیاره رفت خب بیشتر مال زنگ زنگ تاره که همه مال به مخشی بیاره گفتم خب صحیح روانش کردم پشت مال ما از چین آمده ما که فراشت پایین ما را گفتیم برای خانه خب ای سمت حالا هر طرف که رای صحیح باشه بالا بیا برده واو قد که والا جای است خود
الواخ شاید لغون باشه میگم کمی کلان معلوم میشه خب الواخ متوجه نشون لغون فیلم تایتانیک واره چی جواب است شمال نی بیا میفهم که جو اینجا خیلی چیز قیمتی است که پایین بر شود پایین خبر نداریم در نقطه بالاترین نقطه چی ما آمدیم نه زنجیر که واسه ای زنجیر واس بشی دیگه بشی خلاص دیگه میمون است میمون در چای دیگه تو بس چای هم چیز کرده بالاست خب اینی بالون نکته است خب شده این بالونای کمپینگ است مشخص باش لایتر مدارم مالا ما نمیشه آتش زیاد بدار یک تیز است طبیعی باز میکنه نه شلایش معلوم میشه بگرش راست بگم نه والا تمام چیزایی میکنه نه صحیح است دو تو جای صحیح دیگه برای باین بیار باین صحیح آتش که از خیلی زده چیسته زده فونی میسه برسه خب تیز آتش داره بیادر چای به خاطر ماندگی نمیخوریم چای به خاطر طبیعت میخوریم دی طبیعت چای بخور دیگه مزه داره فهمیدی؟ چی است؟ هیچ نیست خیلی یک کاسه از در رسل خوب خوابکای چیست به حساب؟ ما بس اینم یک چاقوست داره خدا یه خطیر هسته که دیگه چند بار فهمیدی چیزای خطرناک میگردن شو دارم میبرم چه دی پایین دی آره دیگه یلاتمو اینا واسه چی شد دی پاشو قصه اوه قاشق آسو رفته بنده کلش ده این چیزای کمپینگ چیه ما کم میگیریم آره نه آره برو بیا دیگه اصلا چرا مقصد داشتیم انا باين چی ولی نه تعال میشو بدن اون دیگه دم ریکارد نه وسایل کمپینگ تو خدا بهش برابر است نه سایزی که داده جایت خالی دوستا دهت یک نقطه دهت یک جای چای خوردن یعنی خودش یک بویلا میشنوی یا نه؟
شمال میشنوی چیک بوی سیک بوی سیک دکوا گات بوی بیبی شمال بیگو شمال سیک شمال میخوره مگم یک پس انوری صاحب بوی تا بوی است بوی از این خوب باید از اون فاصله دیگه اگه چوی پرت نیتوش میخوره چی؟ پرتو؟ نه چوی زیاد است چه خوشی نه با او اوام زیاد یک لیتر که سیز خیلی نه خورده نه من برم 4 گلاس آدم آورو پرتو برو پرتو کمی که اون سر زمان منده برو پرتو برو واو بده کمی بیا نه چی گرد باشه نه گرد چی من نباشه گرد چای نه گرد ایل میده که بگی یک تو کلر طرف ده چای میونیم آسان وال چای بزنیم برو یک ویدیو رو دیدم یک ویدیو افغانی جور کرده یک نفرش سرجلال نمیشته از ایتالیا سرجلال از زمین پایی چی میگه لا تلفن ما يدك بيزدم تيزي تي خردك كم بس باش بعدا يا كم يوم ندازيش خو چایش تیز معلوم میشه بخاطر گفتم جوش کرده دیگه آی جوش کرده گلش دیگه برو عندك میمونیم سر جوش خب چای تیرام شده والا